ای خفته سهرگاه برخیز بگوی تو الله. ای خفته. با نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بیننده‌های عزیز. خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، با واسطه 12 ختم رسول الله مبارک امروز دوستا و برادرها اینجا جمع شدم. فکر کنم که یک چند قلور آماده کردن که برای مسکینا و برای جوانا و دکاندارا و بالاخره همسایا تقسیم میکنم. از شما خواهشمندیم که تا اخیر برنامه همراه ما باشیم. برخیز بگوی تو الله، هر لحظه گاه و بیگاه برخیز بگوی تو الله، هر لحظه گاه و بیگاه برخیز بگوی تو الله. عمر تو شد 20 ساله، قدی تو نهاله. عمر تو شد 20 لالا جان مانده نباشیم. سلامت باشید. صحت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. سلامت باشیم. اسم شریف شما؟ غلام مودود. خب بزی سو وقت هنوز روز نزده شما اینجا خیریت باشه. امروز 12 ختم رسول الله بود اینجا خیرات بوده، قلور خیرات کرده بودن. خب بسیار خوب. شما از این مکانی؟ بله. خب شما بزی خیرات سامان بگرفتیم؟ نه بودیم اینجا سام بگیریم. خب ولی بیا آمدیم اینجا. خب پس شما دیگه بله. تو جان قلور که قلور استوندن آگاه شده بیا آمدیم اینجا به حساب سچاخ همینجا بود بیا آمدیم گفتم سچاخ دیگه سکندن که قلور میدنم اینجا مو استاد شدیم. بسیار خوب. بدادم برای شما نرسید برسیدشتنه؟ نرسیده فلانه. خب بله. اگر مثلا قلور برای شما ندم چیکار میکنیم؟ هیچی، خداوند قبول کنه خیرات مسلمانه. زنده باشیم. به گریه نمیشیم؟ نه. حتما. حتما. خب باز به سرا شما نمیزنن که شما از سو وقت برفتین تا حالی چی هم نوردین؟ نه. چرا؟ حقیقت. حقیقت. خب بستونم شما کمی قلور. قلور خلاص شده دیگه چی میستانه؟ وای دست خیلی آخری میریم بخونه. دست خیلی ما با شما یک چم یاد میدم که لد نخورین. خب شما برین قرار که دیگه یک کمک سوپ بستونیم ببریم بگیم من اینا امیتا چیزا بده پخته. سوپ و قلور رو باز میشناسم فرق میکنه. بسیار خوب. تشکر از شما. زنده باشه. بخیر باشه. تشکر باشه. با چنگ و می پیاله برخیز بگوی تو الله، با چنگ و می پیاله برخیز بگوی تو الله. ای خفته سهرگاه برخیز بگوی تو الله، ای خفته سهرگاه برخیز بگوی تو الله. دوستای نازنین، خداوند بزیت انسانا عمر زیادی بده به خاطر از که از دیروز ما اطلاعی داریم از دیروز ساعت 4 بجه یا 3 بجه نمازدگر تا به امروز ساعت 6 صبح جلالا زحمت کشیدن. واقعا خداوند برای اینا عمر بده، خداوند مزد برای اینا برای آخرت و آخرت بده. نام شریف خود بگیم؟ خلیل احمد. خب امروز شما تنها اینجا زحمت کشیدیم یا دیگه هم دوستا بوده؟ نه یک 6 7 هم بوده. 6 7 نفر. چند دیگه قلور بوده؟ 4 دیگه. خب امینا چند حدوداً مصرف بشد؟ اینا از طرف کی بوده؟ اینا چیز 4 دیگه همسایه جمع کردیم دیگه رو هم خود ما کسی خود دیگه. بسیار خوب. خود شما چقدر از کسی خود گذاشتید؟ حساب نکردیم. هدف شما چی بود؟ هدف ما خیرات بود دیگه داده. بسیار خوب. چقدر کشورهای خارجی که این برنامه نگاه میکنم چند فیصد تاثیر گذاره برای از این؟ 100%. انشالله. خب خود شما مخور داشتیم؟ نه یعنی بر نداشته. خب او دیگه نکردیم برای چیه؟ او دیگه زمین پاوازای که دیگه وزینه بوده. خب یک دیگه قلور به 4 نفر سرپایی؟ نه 4 نفری خیلی سه کن 4 نفره. خب اینا کام ما اطلاع دارم کام به خوب بستون نمبر افتاد. نه اصلا اینا معطله. از دیر تا حال شما زحمت میکشیم. اگر برای شما مثلا میگم قلور نرسه که حداقل هم خود شما بخورین یا به فامیل ببریم مشکلی نداره؟ نه مشکل نداره. اینا ما خود تیار نکردیم، خود غریب غریبا تیار کردیم. ماشاءالله نام خدا. تشکر از شما. بخیر باشید. سلامت باشین. بیننده‌های عزیز برنامه ادامه داره، همراه ما باشیم. بخیر باشیم. برخیز بگوی تو الله، اکنون بسی رسیدی با دی خزان ندیدی،
اکنون بسی رسید دوستای نازنین، خدا کنه که تا این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. انشالله نیه. در کنار حاجی ماما هستیم که یک انسان موسفیدی که واقعا نتوانا از اینام نبودم. این کار از دیرو تا بال اینا برای همین کارا حتما خیلی 100% زحمت کشیدم به خاطر که ثواب برای از اینا برسه. ماما جان سلام داریم به خدمت شما. صحت شما خوبه؟ زنده باشیم. شکر الحمدلله. همین امروز بله. که شما غلور توزیع میکنیم خیرات برای خدا، بله. چی احساسی داریم؟ احساس خوشی داریم که خیرات همین دیگه برداریم مسلمان و غلور به خوب برای خود زن بچه خوب خوره به واسطه خدا. بیشتر اجی ما بعض مراسم ها عروسی مثلا میبینین که چشمی خیلی اصراف میکنم. به نظری شما اگر همیت کارار پیشنهاد کنم همیت خیرات های بدن که 4 تا مسکین بخوره بیترتر نیه؟ اشتر نیه. از اون که خیلی مصرف اصراف بیودی میکنه امور بره 4 تا غریب بخوره که پردی نباشه بیتره. بسیار خوب. چند دیگ غلور امرو پخته کردیم؟ 4 دیگ. 4 دیگ. حدوداً چند مصرف بشه؟ تخمینا 20,000 بشه. 20,000. بله. بسیار خوب. چند نفر مثلا شما توزیع 200-300 نفر میشه؟ بله 500-600 نفر توزیع شد. الهی شکر. هر کدومی که بگم خیر بینیم چقدر برای شما و برای از همکارا دیگه شما. واسه خدا کردیم که اجر خدا تعالی به ما و شما بده. بیشک ان شاء الله خدای پاک هر چیزی برای شما میده. بسیار خوب. از کیسی خود خرج کردیم اینجا؟ بله. یک چیز چاری مسلمان ها بود دیگری را کسی خرج کرد. بسیار خوب. که اونم به ثواب شریک شم. بسیار خوب. البته او تا شخصا فکر نکنم پیدا باشه که برای مدام دکان از یا مدام خونه از او بگیم ما امروز به خاطر 12 ختم رسول الله مبارک ما این خیرات برای اندازونیم یک چیزی کمک کنیم. انشالله کسی نشده طالب شما بگم من ندارم پول یا نمیدیم. چری هست بعضی مسلمان ها دیگه میگه ما خود بیشتر مشکل دارم. ما گفتیم از این 10 روپیه گرفته تا 5 روپیه هر کس مسلمان هر چی میده که خود به خیر شریک کنه. انا بسرانیم دیگه را خود کردیم. بسیار خوب. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر. قربان شما. بخیر باشیم. بینندای عزیز برنامه ادامه داره. همراه ما باشید. خزان ندیدی ای نور یار دیده برخیز بگوی تو الله ای نور یار دیده برخیز بگوی تو الله. لالا جان سلام. و علیکم سلام. ساعت شما خوبه؟ بخیریم. ساعت من تو خوشحالم. مونده نباشید. سلامت باشه. خوب. چند ساعته که برای از دیگه غلور زحمت میکشید؟ تقریبا از ساعت 2 بجه شو که آتش روشن کردیم تا ساعت 6 صبح ما دیگه آماده کردیم. خب اینا چی مخلوط کردیم؟ مثلا بیشتر توضیح بدین که بعضا دوستا فکر کنم به اطلاع شاید نداشته باشم همین پختن غلور. مثلا داخل از اینا مثلا گندم و دیگه چیه؟ گندم، نخود، عدس، ماش، لوبیای، روغن، رب، همین چیزایی. خب بعضا میبینیم داخل اینا گوشت داره. اونا گوشت نه گوشت نداشته از ما نداشته. با شما که درست نداشته. بعضا هست ولی هست. خب. چرا همه گوشت دارم خودی غلور میندازن یا نه اون اول پخته میکنم بعدن چی میکنم میندازم دیگه میندازم. خب مثلا میگم 4 دیگ غلور چند نفر آشپز به کار داره که اونا نسوزه؟ بستگی داره. دوستا میام کمک میکنم. اگه بدون نفر کنه میشه تقریبا 8-9 نفر ماه. 8-9 نفر. بله. یعنی هر دیگ 1 نفر به کار داره؟ 2 نفر به کار داره. چرا مثلا خسته میشه دیگه نمیتونه. من یک سری شوردی داخل از که اینا به هم زنی که نسوزه تعدیق نگیره. بله. خب باز نمیشه مثلا آتش کمتر کنه؟ نه نمیشه. خیلی کم کنیم بعد پخته نمیشه زود. بسیار خوب. حساب قانونی شما آشپز همین 1 دیگ غلور چند ساعت باید به ضد آتش بشه؟ تقریبا بستگی داره. به 3 ساعت هم میشه 4 ساعت هم میشه. بستگی داره که با آتش کردن. اگه زیاد آتش کنیم 3 ساعت، اگه نکنیم 4 ساعت. بستگی ما برای دیگ آتش میبینیم مثلا مثل برنج بدم میشه. بله بدم بیشتره. تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه چیزی بدم میشه. خب بسیار خوب. ما از این غلورا شما بخوردیم. خدای پاک قبول کنه. به همه شخصایی که اینجا زحمت کشیدم خدای پاک به عمره از اینا برکت بده به کار زندگی اینا. یک کمک غلورا شما شور بود. کمک خیلی نه. گپ بزنین گناه شما بود یا دیگه همکارا شما؟ دیگه هم دوستا خودم شراکت بدیم. خود شراکت بدیم. شما به هم دیگر خود نگفتین که ما نمک میندازین شما نندازین؟ 1 نفر انداخته.
کشته که شور بدن مثل تادیک بیس بمونده بوده کم تادیک بمونده و هم نخورده بود کم شور نه ما رودیک خوردیم رودیک شور نبود اوزا گردن مبند بودن نبود ما کو میگم نبود هم دوستا شما نکنه مثلا بیبی من دیگه برین نمک میندازم با بابوم هم میرن دوباره میندازم خب مثل اینا هم دیگر موافقت نداشتم از ما به کجا شدیم برای بسیار خوب. خب از این که شما اینجا زحمت هم بکشیدیم از کسی خو هم به اینجا کمک میکنید؟ نه ما کسی خود چیزی ندادم ولی برای خدا آمدم خدای دوستا خیلی نمجان من گفتم کمک کنم پول آشپزی نمیگیرم برای خدا که برای دوستا بیا خدمتی بکنیم به جامعه. یعنی شما این که معلومه مشخص آشپزین؟ نه مشخص نیست واسه این دوستا اومدیم آشپزی. خب اگر به آشپز نیم دیگه حق و حقوقی هم به حساب آشپزی نداریم. آشپزی گفته نمیشه. نه نمیشه آشپزی. اگه وظیفه شما همینه بعد پول بگیرید. نه وظیفه ما همین نیست اومدیم کمک کنیم خدا دوستا. بسیار خوب. بسیار خوب. برای شما قلور هم دادم. تا کو ندادم. زد نرسید. خب نرسی خیر باشیم دوستدار باشیم ما مشکل یک دیگه بمونده میگم برای سرپیای حدودا از چند نفره که ناقی نشه ناقی نشه 100 نفر باشه من دکاندارام هست دوستان روز نمادم آها پس به دکاندارا بله همسایه‌ام هنوز نمادم اینا چند تا 20 نفر هستن شما هستن که تشریف بیاریم قلور بخوریم خدا شما تشکر از لطف شما خدا شما خیر بده شما را خیر بده تشکر سلامت باشیم بیننده‌های عزیز همراه ما باشیم که چردوبر انشالله امروز هستیم از این برنامه برخیز بگوی تو الله ای خفته سرگاه برخیز بگوی تو الله. میلاد منجی عالم بشریت فخر موجودات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را بر کافه ملت مسلمان افغانستان تبریک و مبارکباد عرض می نمایم. لالا جان مونده نباشیم. سلامت باشیم زنده باشیم. سلامت باشیم صحت شما خوبه؟ سلامت باشیم تیار و خوشحال باشیم. شما اسم شریف شما؟ اسم محمد رفیع. بسیار خوب محمد رفیع جان امروز اینجا آمدیم به چی کار گپ بزنیم شما خودی دوستا کمک میکنید؟ بله ما بیا آمدیم اینجا با واسطه 12 خادم رسول الله اینجا خودی دوستا کمک کردیم. بسیار خوب به خاطر این روز باید مردم چه کار بکنم شما بیشتر توضیح بدیم شاید کشورهای خارجی بعضا متوجه به این گپ نباشم به خاطر 12 خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم که است باید این مردم هر کس اندازه توان خوب باید کمک کنه خیرات چیزی بده هر چی که داره توان خوب. بسیار خوب شما هم کمک چیزی بکنیم؟ بله ما هم کمک ملی کردیم ما هم اینجا خود اینا کمک کردیم از دیروز تا اینجا؟ بله از دیروز ما تا اینجا خود از اینا کمک میکنیم. بسیار خوب بسیار خوب تشکر از شما خیر ببینید سلامت باشیم زنده باشیم تیار و خوشحال باشیم. سلامت باشیم. بیننده‌های عزیز شما نگاه کنیم نام خدا که غلور به خاطر خوردن نیه که مردم تجمع کردم تشلق کردم به خاطر از این که همین غلور به می روز واقعا خوردن از این سبب داره همراه ما باشیم. ای خفته سرگاه برخیز بگوی تو الله ای خفته سرگاه برخیز بگوی تو الله هر لحظه گاه و بیگاه برخیز بگوی تو الله هر لحظه گاه و بیگاه برخیز بگوی تو الله. خب بیننده‌های عزیز خدا کنه که امروز از این برنامه لذت کافی را برده باشیم خداوند تمام مسلمانان خیر بده که به زیر راه به راه خدا مصرف کنم خداوند به آخرت و آخرت مزد از اونا میده. تشکر از شما بیننده‌های عزیز که تا به این لحظه ما تحمل کردیم. این بود برنامه که برای شما تهیه و ترتیب شد از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین کانال هراتبورگ سابسکرایب کنیم لایک کنیم شیر کنیم ما تنها نگذاریم. بخیر باشیم. هر لحظه گاه و